سلام و احترام دوستان گرامی، ایامتان به کام. من احمد کامرانیفر هستم، دکترای تاریخ و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. در سالیان دراز که به امر تدریس مشغولم، یکی از دروسی که مورد علاقه شخصی خودم هم بوده و در مقطع کارشناسی تاریخ درس دادم با عنوان علل توسعه نیافتگی در ایران بوده است. عوامل داخلی و خارجی توسعه نیافتگی ایرانیان در 500 سال اخیر در این درس مورد بحث و بررسی قرار می گرفته. یکی از عوامل داخلی توسعه نیافتگی در ایران به زبان ساده این است که در جامعه ما مارنویسان، یعنی روشنفکران، خردمندان، کسانی که مار را به حروف الفبایی میم الف ر می نویسند، همیشه در حاشیه و کنج عزلت بودند. در برابر میداندار مارکشان هستند، کسانی که شکل مار میکشند و با فریب مردم خود را نماینده دانایی معرفی میکنند. غرض از این جملات آن است که به این نکته روز بپردازم که در روزهای اخیر ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی مرتب دست به دست شده و شخصی به نام جناب آقای شهرام گودرزی با گاری دستی ظاهراً پیاده به سمت پاسارگاد در حرکت است. من از انگیزه ها و اهداف و اغراض شخصی و غیر شخصی این فرد هیچ اطلاعی ندارم. درباره هنر ایشون هم که ظاهراً در همون ویدیوها صحبت میشه که مجسمه سازی هست، من صلاحیت اظهار نظر ندارم و اهل فن باید حرف بزنم. آنچه که مورد نظر من هست ذکر دو نکته است. یک، کوروش نیازی به تبلیغ ندارد، آن هم تبلیغی این چنینی و آن هم به دست افرادی این چنینی. کوروش وقتی که در سال 539 پیش از میلاد بابل را فتح کرد و اعلامیه معروف خودش را صادر کرد که ما از اون به عنوان منشور جهانی حقوق بشر یاد میکنیم، وقتی میگوید من کوروش هستم، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه قدرتمند، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهارگوشه جهان، نام خودش را برای همیشه در چهارگوشه جهان بلند آوازه کرد و امروز پس از قرنها همه جهان به احترامش کلاه از سر بر می دارند. پس نیازی به تبلیغ این چنینی ندارد. اینها بیشتر تخریب هستند تا تبلیغ. چنین کارهای اندک روزنه های امیدی را که نسل جوان برای شناخت تاریخ ایران باستان گذشته پر افتخار خودش گشوده است میبندد. پس در نتیجه ما باید با آگاهی و دانش کوروش را به جهانیان و نسل جوان ما بیشتر بشناسانیم، نه اینکه بشناسانیم، شناخته شده هست. نکته دوم آن که جناب آقای گودرزی جمله ای را مرتب ورد زبان ساخته و بیان می دارد که راه یکیست و آن هم راه راستی است و آن را به کوروش نسبت می دهد. کسی که فرق سخنان کوروش و اوستا را تشخیص نمی دهد شایسته نام بردن از کوروش نیست. جمله راه یکی است و آن راه عشه است، همه دیگر راه ها بی راه است، از یسنا و اوستایی است و ربطی به کوروش ندارد. پس در نتیجه جناب آقای گودرزی بهتر است که کوروش را رها کند و به همان مجسمه سازی خودش بپردازد. به قول استاد شفیعی کدکنی، زمانه بس که پلید و پلشت و مسخره شد،
عیار سنجی خورشید کار شب پره شد. ممنون از محبت و توجه شما.